این قطره یخه. صبحتون بخیر رفقا. روز 71 انجام دادن آب یخ بدون یک روز توقف هستش. دمای هوا امروز -11 درجه است و دمای آب 0 درجه سانتیگراد هستش. امروز قراره 4 دقیقه توی آیس بث انجام بدیم و مثل همیشه یک روز پر انرژی رو آغاز کنیم. Let's go. موفقیت یعنی از شکستی به شکست دیگر رفتن بدون از دست دادن اشتیاق و دیسیپلین. خیلی خوب، وقت تموم شد. فردا میبینمتون.